آیا دموکراسی که به احترامی رسول تو را نعوذ بالله روا بدانه تو او دموکراسی را قبول داری؟ کلا قطعا قبول نداری. ما میگم پذیرفتن دموکراسی مرادف کلمه کفر است. کفر است، کفر. امی دموکراسی لعنتی امی اجازه را به امو مردم میده. ولی شما دیدی دنیای کفر برای مردار شدن چندان خبیث که به رهبری بشریت، به مصلح بشریت، به شخصیتی که امروز در جهان او طور شخصیت پیش کرده نمیتونه، به او تو شخصیت استهزا کرده و استهزا کننده از بین میره. 46 مملکت با تمام کابینه های خود در تظاهرات شریک شدن. شریک شدن نشدن؟ شریک شدن. کدام پیغمبر؟ چه پیغمبر؟ پیغمبری که قرآن میگه رؤوف و رحیم است، زمان زخم است، زمان درد است، زمان رنج است، تکلیف های زیاد دیده. در مطور موقع رسول الله میفرماید، توصیه میکرد که لشکر روان میکرد که شما زن نکشه، ریش سفید نکشه. کسی که در صومعه و در کنیسه نشسته است با مسلمان ها سر و کار جنگ نداره، او را نمیکشه، اطفال نمیکشه. امی کافری که کشته ای را مسلح نمیتونی. تو کدام پیغمبر استهزا میکنی؟ کدام شخصیت؟ آیا در جهان به مثل پیغمبر واره یک کلمه را از سقراط و لنین، از هتلر و از بنرید دیگه برای ما پیش کو، از کارل مارکس پیش کو برای ما که یک کلمه هم نزده باشه، یک کلمه احترام نزده باشه. در جهان کسی اینطور شخصیتی را پیش کرده نمیتونه که مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم واره شخصیت باشه.